تو این ویدیو تمرین 56 و 57 رو توضیح میدم خدمتتون. تمرین 56 راحته، همه نوتا چنگه و اینکه مساوی زده بشه، هر دو تا نوت هم با یک آرشه، چیز خاصی نداره، قبلا زده بودین، سخت نیست، هر دوتاش با یه آرشه. سی دو ره می ره دو سی لا، سی دو ره دو سی دو ره می ره دو یک دو سه لا، سی دو ره دو سی لا سول لا سی دو سی لا، سی دو ره دو سی یک دو سه الاخر. 57 هم چیز جدیدی نداره، فقط خط دوم، خطی که نوشته خط اتحاد. اینو تو ویدیوی تئوری موسیقی توضیح دادم، ولی حالا اینجا هم میگم خدمتتون. خط اتحاد خطیه که دو تا نوت همنام رو به هم وصل میکنه. خط اتصال نوتای غیر همنام. خط اتحاد که اینجا هست همنامو، یعنی یه دونه دو طولانی تر میشه. سه ضرب که دو اولیه هست، یه ضربم سیاه به هم وصل شده، یعنی یه دونه دو چهار ضربی میخواد گرد. فقط چرا گرد نذاشته؟ چون میزانمون 3/4. ما توی میزان 3/4 باید 3 ضرب تو هر میزان داشته باشیم، نمیتونیم 4 ضرب داشته باشیم. الان یه سفید نقطه دار که 3 ضربه با یه سیاه که یه ضربه به هم وصل کرده، هم 4 ضربی رو داریم، هم میزانمون به هم نریخته. 4 ضرب کامل میکشیمش، یعنی میشه 1 2 3 4. چیز خاصی نداره. یه ذرهشو بزنیم، 1 2 3 1 دو سه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. تکرار 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بولت دوم میزنیم، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 هم سکوت.